سه دختر دارم و دو پسر. بچه کلانی مسکو دای، بچه دیم اینا در خونه باباشم ازش نیست. شوهرم در روسیه ای. اینا 10 سالی بود چی 3 سالگی درآمد. 1 ساله که صاف نگاه بینم نمیکنه. اول با میجا بود ساز بود خوب بود. میشید خیلی مثال عربا میکشتگیش کمی بود کم سر بود تنشون پوشیده بود. صد با شکر بود. قاسمова تخمینه به نهایت مشکلی های بسیار دارد. کودکان او بیمار هستند. مثال یک کودکش از همین خوردی از بینیش خون می رود و تا حال مثال ما از طرف لای هم و تخمینه خودش هم و دکتران مراجعت کرده است اما نتیجه همین مثال بیماری همین کودک هم دریافت نشده است. دکتر یا بار گفتم بردمش گفت که کیسته داره سرش ده. با دیگه دکترش بردم گفت که کیسته نداره کیسته داشته باشه دست پاش اینوالید میشه یا پاش کجله شده تری را میگرده خیلی یا تری باهای وزمینیش امی 18 روز وزمین میشه. باز یک حالتی اویلای آنها این وقتی گرفتن امی شناسنامه برای پسرش مشکلی شد. این پیشنهاد نمودن حجت‌ها با خود ولایت دوشنبه همه امی وقتی معین داشته یک صرفه مبلغ داشت. لایحه با این کس تنها گرفتن عوض نام و نسب شهادتنامه‌اش بعد در آینده قدم به قدم گرفتن شناسنامه کمک کردند. قاسمова تخمینه به نهایت از زندگی دلسرد بود و ما او را روانه کردیم. او با خواهش خود با یک میل زیاد رفت به کورس‌های آموزشی دوزندگی و این کورس را از خود نمود. پیشتر هنر نداشتم. 1 سال زیاد این ماشین را مرا دادن. هم 1 سال زیاد پای میاره ما کرده خدمت می‌کنم. همین ماشین زندگی مرا دیگه کرد. 100 بار شگونه ایروی همین ماشین ما هم میپوشیم هم میخریم هم با کار کم بودی دیگران بود میکنیم. این زن باز در آموزش‌های کیس منیجمنت یعنی که با کجا مراجعت کردن در کار است کدام نمودی مقامات هستند اشتراک کردن. از روی همین لایحه که عملی شد به همین خلاصه آمده ما کارمندان که عائله ها و چه کودکان به همین روانشناس نیاز دارند. خوب میشد اگر همین لایحه هایی که کار میکنن یا اینکه تحریزی شده ایستادن یا اینکه عملی میشوند کمک رسانیدن به همین جهت روانی همین عائله ها و کودکان اهمیت میدادند.